محترم کارمندان مقامات عدلیه، در عرفه جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان افتتاح گردیدن بنای نوی وزارت عدلیه را که نتیجه توجه خاصه دولت به رشد نظام حقوقی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت خدمتچیان دولتی می باشد، به همه شما تبریک میگویم. در دوره صاحب استقلال تشکل دولتی صاحب اختیار و دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی هدف اساسی جامعه ما اعلان گردیده، زمینه‌های استوار رشد نظام حقوقی و بالایت قانون گذاشته شد. تاجیکستان دولت حقوق بنیاد می باشد و محض همین پرینسیپ تقاضا می نماید که فعالیت تمام بخش‌های حیات دولت، جامعه و شهروندان در دایره قانون عملی کرده شد. چنین نظام دولتداری مقامات عدلیه را وظیفه‌دار می سازد که برای تأمین بامرام سیاست دولتی در سمت حقوق ایجاد کنی، رسانیدن یاری حقوقی، برانبر داشتن معرفت حقوقی شهروندان، اجرای جزای جنایتی، اکسپرتیز سودی، ثبت اسناد حالت شهروندی و دیگر مسائل حقوقی همه تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. مقامات عدلیه تاجیکستان در برابر دیگر مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق در صف پیش حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی انسان و شهروند، حمایه قانونیت و عدالت قرار دارد. در شرایط معاصر که جامعه پیوسته رشد می‌کند و مناسبت‌های جمعیتی شکل‌های نو پیدا می‌نمایند، نقش مقامات عدلیه باز هم بیشتر می‌گردد. زیرا به موجودیت نظام مکمل حقوقی و نظارت ثمرناک قانونگذاری، پیشرفت اقتصادی، ثبات سیاسی و رشد اجتماعی دولت تامین شده نمی‌تواند. امروز یگان ساحه حیات جامعه، خواه اقتصاد، خواه صاحبکاری، خواه فعالیت اجتماعی و فرهنگی و خواه نظام اداره کنی دولتی، به فعالیت منظم و هم آهنگساز مقامات عدلیه ثمرناک فعالیت کرده نمی‌تواند. از این نقطه نظر بنای نوی وزارت عدلیه که امروز افتتاح گردید تنها یک انشاءات معمولی نیست، بلکه افاده احترام به قانون، عدالت و پایداری استقلال ملی می باشد. حاضرین گرامی، تاریخ نظام عدلیه تاجیک با تاریخ طولانی دولتداری و سرنوشت ملت پیوند ناگسستنی دارد. نیاگان ما ارزش‌های عمومی انسانی، بخصوص عدالت، عنعنه‌های دولتداری، قانون محوری و فرهنگ حقوقی را هنوز هزار سالها قبل آفریده به اهل بشر تقدیم کردند. کوروش کبیر که با نام کوروش بزرگ نیز یاد می شود و بنیادگذار نخستین امپریا در تاریخ، یعنی دولتداری آریایی هخامنشی می باشد، همچون رمز عدالت پروری، تحملگرایی و احترام و رعایت حقوق انسان در تمدن بشر مقام خاص
و برجسته دارد. از جانب سازمان بانفوذ یونسکو قبول گردیدن قطعنامه تحت عنوان استوانه کوروش کبیر، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی که با تشبث تاجیکستان صورت گرفت، گواه این گفته ها و باعث افتخار هر یک ما می باشد. باید گفت که در زمان صاحب استقلالی با مقصد تحکیم دولتداری ملی و تامین نمودن رشد نظام حقوقی کشور، اصلاحات فراگیر حقوقی عملی کرده شد و این روند ادامه دارد. در این دوره نظام قانونگذاری ملی مکمل گردید و زمینه‌های حقوقی پیشرفت استوار جامعه، پایه‌های استقلال دولتی و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان تحکیم بخشیده شدند. قابل ذکر است که از جانب حکومت مملکت دایر به فراهم آوردن شرایط کاری کارمندان مقامات عدلیه در سالهای صاحب استقلالی در 33 شهر و ناحیه کشور بناهای خوشتر و زمانوی مرکزهای عدلیه بنیاد کرده شدند. در 5 شهر و ناحیه دیگر بناهای معمولی پر تعمیر و از نوسازی و با شرایط و امکانیت‌های زمانوی تامین گردیدند. در این دوره جهت تامین نمودن دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی‌های حقوقی، مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی تأسیس داده شد. فعالیت مؤسسه مذکور به رسانیدن یاری حقوقی رایگان به گروه‌های آسیب پذیر جامعه از جمله زنان، کودکان، شخصان معیوب، مهاجران و عائله‌های کم‌بضاعت روانه گردیده است. در این روند جاری نمودن کنسپسیون حکومت الکترونی، تشکیل مخزن‌های متمرکز اطلاعاتی و حقوقی، رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی، تکمیل فعالیت نوتریات و مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی از جمله تدبیرهای می باشند که با بلند برداشتن شفافیت دسترسی شهروندان، خدمت رسانی‌های دولتی و تحکیم عدالت اجتماعی مساعدت می‌نمایند. در نتیجه اصلاحات پیگیرانه و تدبیرهای در نظام عدلیه عملی گردیده، نشان دهنده‌های فعالیت ساحه و حجم خدمت رسانی‌های دولتی پیوسته افزایش یافت. مثلا سال 2015 از حساب باج دولتی مبلغ خدمت رسانی‌های دولتی و دیگر پرداخت‌ها به بودجه دولتی 45 میلیون سومانی وارد گردیده بود. این نشان دهنده در سال 2025 به 311 میلیون رسیده، بیش از 7 برابر افزایش یافته است. مقامات عدلیه در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و رشد فرهنگ حقوقی جامعه نیز نقش مؤثر دارد. چاره‌بینی‌هایی که مقامات در این سمت برگزار می‌کنند در تحکیم ولایت قانون، پیشگیری کردن جنایتکاری و بلند برداشتن معرفت حقوقی اعضای جامعه سهم ارزشمندی می‌گذارند. زیرا جامعه پیشرفته پیش از همه به شهروندانی که صاحب معرفت بوده قانون را احترام و رعایت می‌کنند تکیه می‌نماید. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که ولایت قانون اساس استواری دولت، کفیل عدالت اجتماعی و شرط مهم زندگی آسایشته مردم میباشد. محض رعایت قانون میتواند ثبات جامعه، حفظ منفعت‌های ملی، رشد اقتصادی و تحکیم دولتداری ملی را تأمین نماید. به رعایت قانون، به احترام به ارزش‌های حقوقی
و بی‌مسئولیتی شهروندی هیچ یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمیتواند ثمره واقعی دهد. از این رو احترام به قانون، رعایت ترتیبات حقوقی و سهمگذاری در تحکیم ولایت قانون وظیفه هر یک شهروندی مملکت میباشد. محض به همین خاطر و به مناسبت 30 سالگی کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب اسلام ما سال 2024 را سال معرفت حقوقی اعلان نمودیم. شهروندان کشور این اقدام را خیلی خوش پذیرفتند و آن به خیلی بهتر گردیدن فرهنگ حقوقی اهالی مساعدت نمود. ولی تاکید می‌سازم که کارها وابسته به بلند برداشتن فرهنگ حقوقی جامعه نباید تنها در دایره 1 سال محدود گردند. این روند همچون سمت مهمی فعالیت جامعه و دولت باید دائمی پیش برده شود. بنابراین وزارت عدلیه وظیفه‌دار است که کار را جهت بلند برداشتن تفکر حقوقی جامعه تقویت بخشیده آن را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود شمارد. حاضرین گرامی، امروز تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال و عضو فعال جامعه جهانی در عرصه بین المللی موقع شایسته و ارزشمندی خود را دارد. دولت ما همچون کشور صلح‌پرور، تشبثکار و جانبدار همکاری‌های سازنده اعتراف گردیده تشبث‌های بین المللی آن از جانب جامعه جهانی پیوسته دستگیری می‌یابد. از جمله جامعه جهانی تجربه تاجیکستان را باید به اعلان کردن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی به صفت تجربه موفق و قابل قبول اعتراف نمود. با در نظر داشت اهمیت این مسئله تشبث نوبتی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافت و 12 دکبر سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه سال 2027 را سال بین المللی معرفت حقوقی اعلان کرد. این تشبث مهم نشانه اعتراف نقش کشور ما در تحکیم ولایت قانون، بلند برداشتن معرفت حقوقی، رشد فرهنگ حقوقی و پیشبرد ارزش‌های دموکراسی در سطح بین المللی میباشد. ما اطمینان کامل داریم که اعلان گردیدن سال بین المللی معرفت حقوقی با گسترش همکاری‌های بین المللی، تحکیم فرهنگ حقوقی و بلند برداشتن احترام به قانون و حقوق و آزادی‌های انسان در سطح جهانی مساعدت خواهد کرد. و ما لازم است که ما باید حقوق شناسای سطح بین المللی بیشتر داشته باشیم. یک چند زبان‌های خارجی را باید به درجه زبان مادری دانند. تاجیکستان را در عرصه بین المللی حمایه و نمایندگی کرده توانند. از این رو وزارت عدلیه همچون مقام وکالتدار باید پیشبرنده و هماهنگساز این اقدام باشد و نقش کلیدی خود را در عملی سازی سال بین المللی معرفت حقوقی اجرا نماید. ضرور است که جهت آماده نمودن چاره‌بینی‌های مهم سطح بین المللی و دولتی کنفرانس و نشست‌ها و دیگر چاره‌بینی‌ها از حالا کارهای عملی آغاز کرده شوند. حاضرین ارجمند، تحلیلان نشان می‌دهند که با وجود تدریجاً بهتر گردیدن کار مقامات عدلیه در فعالیت آنها هنوز هم بعضی کمبودی و نارسایی به نظر می‌رسد. حاضرین ارجمند،
مخصوصا تاکید باید کرد که صفت تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی به حکومت مملکت پیشنهاد شونده هنوز با طلبات پورا جواب نیست. کارمندان وزارت به مسئله سنجش حقوقی لایحه سندهای معیاری حقوقی از لحاظ طلبات قانونگذاری دقت اولین درجه ظاهر نمی‌کنند. در نتیجه قسمی از لایحه‌ها در دستگاه اجرایی پرزیدنت تکمیل داده می‌شوند. از این لحاظ رهبریت وزارت را ضرور است که برای بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان و جاری نمودن تجربه مکمل تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. همچنین تأکید می‌نمایم که در شرایط گسترش مناسبت‌های بین‌المللی، افزایش عهده‌داری‌های شرطنامه‌ای و ضرورت حمایت منفعت‌های ملی، نارسایی کادرهای بلند اختصاص در ساحه حقوق بین‌المللی همانا باعث نگرانی می‌باشد. کار در سمت بقیه‌گیری و نظارت فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی نیز بهبودی را تقاضا می‌نماید. ضرور است که مسئله مطابق بودن فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی با مقصدهای آیین‌ناموی آنها پورا تحت نظارت قرار داده، حسابات مالیوی آنها بخصوص عاید به درآمد و خراجات در سامانه مقامات عدلیه جای کرده شود. با وجود قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره یاری حقوقی و تأسیس مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی، فعالیت مقامات در این سمت نیز نظارت نیست. از این رو ضرور است که فعالیت عاید به رسانیدن اطلاعات حقوقی به اهالی از جمله با راه گذرانیدن جلسه‌های سیار، اندیشیدن دیگر تدبیرها جهت بلند برداشتن سطح دانش‌های حقوقی اهالی و مساعدت برای حل بحث‌های حقوقی آنها جانا کرده شد. تحلیلات نشان می‌دهند که کارهای فرماندهی عاید به قانون‌های نو قبول کرده شده اکثر وقت با اصول‌های کهنه یعنی مجلس‌های رسمی گذرانیده می‌شود. استفاده شبکه‌های اجتماعی و واسطه‌های معاصر اطلاعاتی برای تربیت و جلب جوانان در رویه احترام و رعایت قانون یعنی تربیت حقوقی آنها حالا هم ناکفایه میباشد. فعالیت مقامات عدلیه در سمت خدمت‌رسانی‌های دولتی نیز بهبودی را طلب می‌کند. هرچند که در ساحه روند رقمی کنانی برآمده مانده شده است، ولی سرعت رشد آن به طلبات امروزه جوابگو نیست. موافق معلومات در فهرست خدمت‌رسانی‌های دولتی 72 نمود خدمت‌رسانی‌های دولتی به وزارت عدلیه مسئول میباشد. اما حالا تنها 9 نمود آنها توسط پرتل یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی به اهالی دسترس میباشد که این برای مقام مسئول ساحه خدمت‌رسانی‌های مهم حقوقی قانع کننده نیست. نگاه داشتن خدمت‌رسانی‌ها در شکل کاغذی، نوبت‌های صنعی، مراجعت تکراری شهروندان، طلب نمودن حجت‌های زیادتی باعث به وجود آمدن نارضایت مردم و حالت‌های کارآسانی می‌گردد. حالت‌های سری وقت بررسی نکردن مراجعت کارافتادگان و مناسبت دغلانه کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی، نتایج دولتی و به طور صنعی به کشاکاری راه دادن حالا هم جای دارد. طبق تحلیل‌ها از سال 2016 تا سال 2025 تنها به دستگاه اجرایی پرزیدنت وابسته به فعالیت مقامات عدلیه 1200 مراجعت از جمله نسبت به فعالیت کارمندان 314 شکایت وارد شده است. سمت اکسپرتیز سودی و کریمینالیستی مسئله است که حل آن توجهی بیشتر می‌خواهد. زیرا مرکز جمهوری اکسپرتیز سودی و کریمینالیستی با تکنیک و تجهیزات معاصر پورا تامین نیست و در این ساختار نارسایی متخصصان ساحه‌های علیحده موجود است. چنین حالت باعث ناپورا تهیه شدن
خلاصه‌های متخصصان، کشال یافتن تفتیشات پیشکی و قبول شدن قرارهای بحث‌آمیز می‌گردد. همچنین تاکید می‌سازم که حالت‌های به حقوق ویرانکنی مخصوص با کردارهای دارای خصوصیت کرپسیونی دست دادن بعضی کارمندان مقامات عدلیه حالا هم جای دارد. طبق معلومات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون در 10 سال اخیر یعنی از سال 2016 تا به امروز 129 نفر کارمندان مقامات عدلیه دست به جنایت‌های کرپسیونی زدند. این شماره کم نیست. از جانب مقامات پروکراتور در این دوره نسبت به کارمندان مسئول وزارت عدلیه و ساختارهای تابع آن 121 پرونده جنایتی آغاز کرده شد. از این شماره 15 پرونده جنایتی نسبت به کارمندان اداره نotariali شهر نویار، 30 پرونده نسبت به رهبران و کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی و 76 پرونده نسبت به مسئولین مؤسسه‌های نظام اجرای جزای جنایتی آغاز گردیده است. سرایست اجرای جزای جنایتی یکی از ساختارهای مهم وزارت عدلیه میباشد. تحلیلات نشان می‌دهند که در این سمت حالت‌های ویران کردن طلبات قانونگذاری، صادر نمودن جنایت و دیگر قانون ویرانکنی‌ها از جانب کارمندان سرریاست همچنین به طور دخلدار اجرا نکردن وظیفه‌های خدمتی که باعث ویران گردیدن حقوق و آزادی‌های گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شوندگان و محکوم شدگان گردیدن حالا هم جای دارند. پاک وجدان باشید. اذیت کشیده خواندین خواهی که در اصل حقوق شناسی سطح جهانی شوید، بین المللی شوید، صاحب عزت احترام شوید، آبرو شوید در جامعه جای خودتان یابید. در هیچ حالت دست به کرپسیون نزنید. در هیچ حالت نسبت به وطن و ملت خود خیانت نکنید. بعدا صاحب عزت احترام شوید. سرایست اجرای جزای جنایتی وصیدار کرده می‌شود که نظام نظارت داخلی، کارهای اپراتیوی، انتخاب کادرها، آموزش وضع روانی کارمندان و محکوم شدگان، پیشگیری کردن وارد شوی اشیاء منع شده به داخل مؤسسه‌های اصلاحی و رعایت ولایت قانون را پورا بازبینی و تجدید نماید. باید گفت که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی و عملی سازی سیاست انسان دوستانه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید که این عمل امکان می‌دهد تا شخصان دست به جنایت زده اصلاح شده به نزد عائله و پیوندان خود برگردند. بنابراین رهبریت سرایست اجرای جزای جنایتی وظیفه‌دار است که تطبیق درست و بی‌غرضانه قانون مذکور را تأمین کرده، ضمن تطبیق قانون و عامل‌های کرپسیونی راه ندهند. کمیسیون دولتی تأسیس دادیم نظارت کنین. ما در تاریخ اینقدر شماره عفو نکرده بودیم. بی‌واسطه 11,000 آزاد شدند. نسبت آنهایی که آزاد نشدند قانون عفو تطبیق شده است، مهلت‌ها کم شدند. آنهایی که جواب شدن رفتن تربیه کرده مونده کارو. مواد کوشش کنه که آنها با جای کار تامین شوند. جای کار داشته باشه، قسمی زیادش راه درست میرود در پهلوی اهل عائله‌شان یا پدر و مادرشان کار و زندگی و فعالیت میکنند. حاضرین گرامی، امروز در نزد مقامات عدلیه وظیفه‌های مهم و مسئولیتی باز هم بیشتر قرار دارند. با استفاده از امکانات‌های موجوده باید نظام حقوقی دولت باز هم تکمیل داده برای تشکل دولت پیشرفته حقوق بنیاد و معاصر تمام شرایط ضروری فراهم آورده شد. در زمان صاحب استقلالی از جانب مقام عالی قانونگذاری کشور 2265 قانون‌های کیسانی، کودکس‌ها و قانون‌ها که مناسبت‌های مهم جمعیتی را به تنظیم می‌دارند قبول کرده شد. از جمله نقش قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان
و درباره مقام آموزگار بسیار مهم میباشد. در ادامه این روند باید قانون‌های تهیه و قبول کرده شوند که با تنظیم مناسبت‌های نوی جامعه نگرانیده شدند و وزارت عدلیه وظیفه‌دار است که در این سمت فعالانه سهم گذارد. رشد تکنولوژی‌های معاصر، رقم کنونی خدمت‌رسانی‌های دولتی مخصوصاً در فعالیت نotarial ثبت اسناد حالت شهروندی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های حقوقی از جمله سمت‌های مهم فعالیت مقامات عدلیه به حساب می‌روند. در این روند ضرور است که با مسائل بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان، آموختن حقوق بین المللی و دانستن دو زبان خارجی اعتبار اولین درجه داده شود. فاکولته‌های حقوق شناسی تمام دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت حتما آموزش زبان‌های روسی انگلیسی را برای آماده کن. برای ما کادر در کن. ما میگیریم از ساختار و مقامات ها گلچین کرده میگیریم. اونایی که سطح کسبیت دارن، اونایی که 3-4 زبان خارجی را میدونن. بنای نوی وزارت عدلیه که امروز مورد استفاده قرار داده شد، باز یک اقدام مهم در سمت بهتر نمودن شرایط فعالیت کارمندان ساحه میباشد. فراهم آوردن شرایط معاصر کاری، مسائل معاصر بایگانی و تکنولوژی‌های نو برای خدمتچیان دولتی و بلند گردیدن صفت خدمت‌رسانی‌ها و اجرای ثمرناک وظیفه‌ها مساعدت می‌نماید. از این رو به کارمندان مقامات عدلیه ضرور است که با مسئولیت باز هم بلند و صادقانه و صافدلانه به خلق تاجیکستان خدمت نمایند. پاک وجدانی، مسئولیت شناسی، آداب و اخلاق حمیده، معامله خوب با شهروندان و همکسبان و احترام به قانون باید راهنمای کاری هر یک کارمند ساحه باشد. هر یک شما باید برای تحکیم پایه‌های دولتداری، حفظ استقلال، ولایت قانون و رشد جامعه عدالت پرور همیشه سعی و تلاش نمایید. در آخر به همه شما کارمندان مقامات عدلیه برای کار و موفقیت می‌خواهم. ما در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت قرار داریم و مناسبت این جشن فرخنده و این جشن تاریخی تبریک میگم به شما. پیش از همه سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی‌های زندگی رو آرزومند هستم. سلامت باشید. پس از انجام سخنرانی میان سرور دولت محترم امامعلی رحمان و وزیر عدلیه مظفر اشوریان و رهبران دیگر وزارات و اداره‌های دخلدار نشست پرسش و پاسخ دایر گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به آنها دستور و توصیه‌های مشخص دادند.